عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید، ادیبان، هنرمندان و مخاطبان نگارخانه هنرهای معاصر سراوان و عذرخواهم که توفیق حضور ندارم و شکرگزار که به لطف دنیای مجاز بین من و شمایان فاصله‌ای نیست و اگر هم فاصله‌ای هست در ضعف و نبود نت و سرعت دانلود و آپلود هست. آموزش رسمی طی قرنها و سالهای زیادی فقط در دسترس اندک کسانی بود که هم پول و وقت کافی برای دنبال کردن آموزش رو داشتند. پیش از اختراع چاپ یعنی تو سال 1454 کتاب‌ها با زحمت و مشقت بسیاری به صورت در واقع نسخه‌های دستی وجود می آمدند. به همین خاطر هم گرون بودند و هم کمیاب و خواندن و نوشتن در زندگی روزانه بسیاری از مردم امری ضروری یا حتی سودمند نبود و برای اکثر مردم بزرگ شدن به معنی آموختن عادتهای اجتماعی و همچنین مهارت‌های عملی کارهای بزرگسالان از طریق تقلید برای کودکان بود. کودکان از خشکسالی در کارهای خونه، مزرعه، صنایع دستی کمک می‌کردند به بزرگترها و تقریباً توی 14-15 سالگی اون دانش و مهارت لازم رو برای پیش بردن یه شغل یا ادامه دادن یه شغل رو داشتند. و سنت شفاهی قصه گویی هم تضمین می‌کرد که اون افسانه ها و حماسه ها به صورت پویایی حفظ بشند. اما اون چیزی که تغییر داد آموزش رو در واقع فرایند صنعتی شدن بود و گسترش شهرها و همچنین نیاز به اون مهارت‌های تخصصی لازم که دیگه این مهارت‌ها از طریق تقلید صرفاً از طریق پدران به کودکان منتقل نمی‌شد و این باعث شد که اون نظام آموزشی همگانی بشه و افراد بیشتری همچنین علاوه بر اون مهارت‌های تخصصی تحت آموزش‌های انتزاعی مانند ریاضی، علوم، تاریخ، شیمی، فیزیک قرار بگیرند که این مهارت‌ها فقط به صورت عملی انتقال داده نمی‌شد و همچنین توی جامعه مدرن مردم ناچار بودند که اون مهارت‌های اساسی مثل خواندن، نوشتن، حساب کردن، دانش عمومی درباره اون محیط فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی خودشون رو یاد بگیرن و همچنین توی یک جامعه پیشرفته به دانش و پژوهش محض هم نیاز شدیدی پیدا کردن، چون در واقع اون جامعه علاوه بر اون دانش عملی نیاز داشت تا با استفاده از این پژوهش‌ها و دانش‌های محض بتونه اون مرزهای معرفت خودش رو گسترش بده. پس به همین خاطر بود که آموزش همگانی که با شروع اقتصاد صنعتی کلید خورد در بین اکثر کشورها رواج پیدا کرد. آموزشی که ترکیبی از تعامل رو در رو، کار جمعی و همچنین مطالعه فردی مستقل بود. اما یک سوالی که تا همین اواخر در واقع احتمالش خیلی دشوار و غیر ممکن به نظر می رسید این بود که چه می شد اگه روابط رو در رو از تحصیل حذف می شد و ما می تونستیم همه درس ها رو بدون ملاقات همکلاسی ها و معلم ها خودمون یاد بگیریم. هرچند که این دوره های آموزشی مکاتبه‌ای در واقع پیشینه زیادی داشت که به مردم امکان میداد تا خارج از محیط های آموزشی بتونند تحصیل کنند، اما این دوره ها بنا به طبع چندان کامل و رضایت بخش و تحمل پذیر نبود. چند تا مثال رو من میارم. یکی مثلا دانشگاه آزاد بریتانیاست، OU اوپن یونیورسیتی که توی سال 1971 تأسیس شد که در واقع اون برنامه‌های آموزشی خودش رو از طریق BBC صبح و شب برای دانشجویانش پخش می‌کرد و حالا اون برنامه‌ریزی که خودشون داشتن. و همچنین دانشگاه فونیکس ایالات متحده آمریکا هست که تو سال 1989 تأسیس شد که بیش از 12 رشته داره و برای دانشجویانی هست که سنشون بیشتر از 23 سال هست و شاغل هستند که تو این دانشگاه از طریق صندوق‌های پستی گروهی الکترونیکی و همچنین در اختیار گذاشتن کتابخانه‌های الکترونیکی به دانشجویان امکان رو میده که بتونن اون تکالیفی که استاد هر هفته براشون در اختیار میذاره تکالیفشون انجام بدن و به استادشون هر هفته ارائه بدن.
این دو دانشگاه در واقع دانشگاه آزاد بریتانیا و فونیکس ایالات متحده از پیشگامان آموزش مجازی یا مکاتبه‌ای توی سطح جهان هستند و هنوز هم بر اساس ورود نت و اینترنت به دنیای آموزش تونستند اون همون سنت خودشون رو حفظ کنند و هم خودشون رو نسبت به جامعه اکنون بهسازی کنند و پیشرفت کنند. یکی از نتایج جهانی شدن و پیشرفت فناوری پیدایش بازار جهانی آموزش هست. با اینکه آموزش عالی همواره ابعاد بین‌المللی داشته که اونم به لطف دانشجویای خارجی هست که از قاره‌ها و کشورهای دیگه مهاجرت میکنن برای ادامه تحصیل، اما پیدایش آموزش از طریق اینترنت و شکل‌گیری دانشگاه الکترونیکی که موجب افزایش دسترسی مخاطب‌های جهانی به تحصیل و مدارک دانشگاهی بود، فرصت کاملا تازه‌ای و چالش برانگیزی برای کشورهای مختلف بود. هرچند که این نوع آموزش منتقدانی داره، به طوری که بعضی میگن که این نوع آموزش ما صرفاً داریم دانش آموزان و دانشجویانی رو پرورش میدیم که نه یه انسان، یه هویت انسانی، که بلکه یک اکانت هستند و هیچ گونه تعامل و ارتباطی بین اونها و معلم و استادشون وجود نداره و ما صرفاً داریم دانشجویان و دانش آموزانی رو که توی شبکه‌هایی از افراد ناشناس هستند رو پرورش میدیم. اما ما نمیتونیم انعطاف پذیری و سهولت آموزش اینترنتی رو انکار کنیم، به طوری که سازمان توسعه انسانی سازمان ملل یعنی UNDP توی سال 1999 دسترسی به اینترنت رو یکی از معیارهای نوین تمایز میان فقر و غنی برشمرده، به طوری که بسیاری از کشورها مخصوصاً بریتانیا و ایالات متحده در امر استفاده از اینترنت پیشگام میشن، به طوری که بریتانیا تو سال 1998 یه شبکه ملی آموزش رو طراحی میکنه که تو اون همه مدارس، کالج ها، دانشگاه ها و کتابخانه ها به یک اینترنتی که خودش اسمش رو گذاشته در واقع شبکه ملی آموزش تا سال 2002 اونا رو موظف میکنه که بهش متصل بشن. این شبکه به همه مؤسسات آموزشی کشور اجازه میداد که در گردآوری و استفاده از داده ها با هم شریک بشن. معلم ها میتونستند درباره اصلاح برنامه‌های درسی با هم بحث و گفتگو کنند، با اساتید دانشگاه بحث و گفتگو کنند و اون تجربیات و دانش خودشون رو بین خودشون شیر کنند و به اشتراک بگذارند. اما این کلاس های بدون دیوار یا کلاس های مجازی در واقع منتقدان خودش رو داره. اونها میگند که حتی اگر این فناوری بتونه تأثیر عمده‌ای رو در آموزش داشته باشه، ممکنه در جهت تقویت نابرابری‌های آموزشی عمل کنه که بهش میگن فقر اطلاعاتی، که این فرق میتونه علاوه بر اون محرومیت‌های مادی که گریبانگیر بسیاری از قشرها و نظام‌ها هست، میتونه یک فقر دیگر رو هم به ارمغان بیاره و اون فقر اطلاعاتی هست، به طوری که بسیاری از دانش آموزایی که به اینترنت دسترسی ندارن نسبت به اون دانش آموزایی که به اینترنت و سرعتش دسترسی دارن در فقر اطلاعات باشند. و اما اگر به ایران برگردیم، ما با سیاست‌هایی طرف هستیم که آموزش به خصوص پرورش در اولویت برنامه‌ریزی اونها نیست و اگر اندک آموزش یا پرورشی هم هست در بند ایدئولوژی و کنکوره. ما با سیستم آموزشی سر و کار داریم که به احساسات، عواطف، علایق، جغرافیا، مذهب و حتی زبان محلی دانش آموز بی‌توجه است و متاسفانه این سیاست غلط فقط مختص به آموزش گیرنده نیست، بلکه آموزش دهنده و معلم هم با شیوه های مختلف بینواسازی روز به روز ضعیف و ضعیفتر میشه. به هر حال همچین نظام تعلیم و تربیتی که توی شرایط حضوری و تعاملی ضعف‌های زیادی به خصوص تو مناطق بلوچستان خودمون چه در ساخت و چه توی زیر ساخت داره، به یک باره وارد شرایطی میشه که نه سیستم آموزشی آمادگی اون رو داشت و نه جامعه، و اون هم آموزش به شیوه کاملا مجازی بود و این شیوه آموزش ناآشنا و بدون بستر اجرا
جز در مواردی همانند مدارس خصوصی و نیمه خصوصی که باعث افت شدید یادگیری در دانش آموزان این منطقه شد که متاسفانه نتایج تلخ و اسفناک اون رو هم میتونیم در شیوه ناعادلانه گزینش دانشجو یعنی کنکور توی سال دیگه شاهد باشیم که مناطقی مثل ما که نه بستر رو داشتند و نه شیوه رو و نه آمادگی رو قرار هست با دانش آموزانی وارد رقابت بشند که همه این موارد در اختیارشان بود و حجم اطلاعاتشون هم زیاد هست. و در آخرم بگم که مناطق توسعه نیافته‌ای که با فقر توده‌ای دست به گریبانند و فاقد خطوط تلفن، اینترنت، برق، آب، بهداشت هستند، ابتدا نیاز به رشد و توسعه زیرساخت آموزشی دارند تا بتونند از برنامه‌های آموزشی از راه دور بهره واقعی ببرند. در چنین اوضاع و شرایطی که ما داریم به نظر من اینترنت نمیتونه جایگزین تماس مستقیم معلم و دانش آموز باشه. ممنون و متشکر از وقتی که به بنده دادید و به حرفام گوش دادید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در کشورمون در مقاطع مختلف هزینه می‌کنیم برای آموزش. جز محیط دانشگاهی توی مدارس و درست‌تر بگم کلاس‌های درس، تمام این هزینه فقط برای فکر می‌کنم حالا نه که آمار بدم برای 5 نفر از هر کلاس بیشتر هزینه نمیشه. یعنی ما داریم آموزش می‌گیم تو هر کلاسی، مخصوصا در دروس پایه یا به اشتباه تعریف می‌کنیم دروس هدف، ما فقط برای 5 نفر داریم هزینه می‌کنیم. خانواده‌ها هزینه می‌کنن، مجموعه آموزش پرورش هزینه می‌کنه و خود دانش آموز وقت می‌ذاره، معلم‌ها هم در فضای سنتی که دارن درس میدن دارن برای 5 نفر این هزینه داره برای 5 نفر از هر کلاسی تعلق میگیره. و در دروس غیر هدف که باز تعبیر اشتباهی هست، در دروس غیر پایه مثل هنر، کار و فناوری، ورزش، بیشتر دانش آموزها استفاده میکنن از اون هزینه براشون داره میشه. یعنی در درسی مثل هنر، کار و فناوری، ورزش یا دروس اینچنینی در واقع بیشتر دانش آموزها 30% دانش آموزها اون هزینه رو دریافت میکنن. هزینه که درست باید برای حق دانش آموز هست دارن ازش بهره میگیرن. و این نشون میده که چقدر آموزش راه رو داره اشتباه میره. وقتی ما داریم توی درسی به 5 نفر دانش آموز درس میدیم، کل نظم و انضباط و مدیر و کادر اداری و معلم‌ها دارن برای اون 5 نفر تو هر کلاس کار میکنن، در واقع ما حداقل 70% هزینه هامون داره به هدر میره. و اینکه این سوالی داشتم چرا ما در مقطع راهنمایی متوسط اول هنرستان نداریم؟ چرا فن رو از دوره راهنمایی آموزش نمیدیم؟ علاقمندش بکنیم بعد هدایتش بکنیم به هنرستان‌های مقطع متوسط دوم. راه حل اینه که ما کارگاه‌های کار فناوری، هنر و حتی تربیت بدنی رو اونقدر بتونیم فعال بکنیم که جایگزین هنرستان تربیت بدنی، جایگزین هنرستان هنر، جایگزین هنرستان فنی بشه در مقطع متوسط اول. این پیشنهاد بنده است. وگرنه هر آنچه ما داریم هزینه می‌کنیم و این همه استرسی که به دانش آموز وارد می‌کنیم و خود معلم از درس دادنش تا نتیجه خانواده‌ها میگیرن از کارش و بعد به استرسی برای امتحان تصحیح اوراق داره و بعد در نهایت ما تو هر کلاس میانگی می‌بینیم 5 نفر اول کلاس دارن بهره میگیرن، بقیه انگار اصلا سر اون کلاس ندیدن و گاهن باز از وقت و هزینه و به اصطلاح مزاحم شاید کلاس باشن که باز این وادی موضوع دیگه است که مزاحم در واقع نیستن، میخوان بگن اعلام بکنن که ما هیچ بهره از این کلاس نمیگیریم، این کلاس هیچ جذابیتی برای ما نداره، هیچ اصطلاح پاسپورتی برای ما نداره. و اما چرا هنر، چرا کار فناوری، چرا اصلا فن، چرا مهارت آموزی؟ ما در واقع حالا بعد که وارد دانشگاه میشن بچه‌ها، مقطع بعدی میشه چی؟ یا جامعه یا خونه.
یعنی مقطع بعدی همه ما شما همه دانشجو همه فارغ التحصیلا میشه خونه شون که پدری باشن برای بچه‌ها، مدیر باشن برای اداره منزل و بعد آدمی باشن که تو جامعه بتونن کاری بکنن. برای مقطع بعدی آیا اون آموزشی که بهشون دادی اون 5 نفره کفایت میکنه که جامعه رو بتونن سرپا نگه دارن یا خانواده هاشون رو مثلا بتونن جمع بکنن؟ درس، مهارت، آموزش باید به شکلی باشه که اینها برای خونه هاشون آماده بشن، برای خانوادهشون آماده بشن و برای جامعهشون. وگرنه همین یک ما به این شکل دقیقا داریم راه رو اشتباه میریم و بی‌توجهی به یک بخشی از نظام تعلیم و تربیت، یعنی در واقع کندن یه دونه از پایه‌های خیلی ضروریه. و شما داری مثلا با یه صندلی 3 تا پایه داره، اطمینان داری که من میرسم. همیشه هم آدم‌های بی‌سواد شانس نمیارن که راه پیدا کنن تو پارلمان، راه پیدا بکنن به مراتب بالاتر. همیشه هم سیستم به این شکل نیست که ما بتونیم از رانت استفاده کنیم. متاسفانه همیشه این شکلی اگر ما در جامعه از رانت استفاده می‌کنیم، تو خانواده‌مون می‌خوام چیکار بکنیم؟ با اون آموزش اشتباهی دیدیم، با اون ناآگاهی و عدم مهارتی که داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بحث نگاهان بحث آموزش رو که یکی از دغدغه‌های مهم کل جامعه دنیا رو، شاید بگیم بزرگترین دغدغه‌ای در کل دنیا است بحث آموزش رو. حالا آموزش در مدارس، در حتی کسب و کاران در دنیای امروز، آموزش یکی از دغدغه‌های تمام جامعه بشری رو و آموزش در کشور ما متاسفانه جایگاهی که بوتی نیست و سیستم آموزشی سیستم آموزشی فشل و مرده و سرد و سودکوری و ما شما پاک دانش آموز بوده این تقریبا اگر از هر 1 میلیون نفر در ایران 1 نفر در یک از مدرسه خوش بیت هم فکر میکنم دانش آموز ما شما رو بوت یا دانش آموز از مدرسه و سیستم آموزشی مزخرفی کردن در چریان ما معلمی هم مدیری هم 6 سال مدیر متوسط اولی هم 16 سال سابقه کار ما واقعا وزیر صلاحیت تو آنها باید که 99 در درصد دانش آموزان از مدرسه بدهیه. چرا؟ چون مکان و جای نه که ما بتوانیم چی دانش آموز تربیت چیزانی که هدفان معین انتقالش بدیم. برای چی واقعا همه پاکدانی که سیستم آموزشی کشور ما سیستم آموزشی خیلی واقعا اگر مقایسه کنیم با فنلاند شاید سلامت تمام کشوران رو در سیستم آموزشی اختلاف ما خیلی بالا و حتی کشورهای درجه دوم حتی در آسیا و نگاهشی که نسبت به آموزش نگاه نیست، نسبت به آموزش پرورش، آموزش دانشگاه، آموزش عالی نگاهی نیست در کشور. اولویت کشور ما اگر اولویت مثلا آموزش بودیم قطعا دیگه چیزان در بیت پیشرفت یا تکنولوژی یا تغییر فرهنگ خیلی مثلا بگیم که ما باید کار فرهنگی کنیم تا یک جامعه تغییر پیدا کنه. هیچ جای در دنیا حتی یک مورد شما نتوانید درگیری که اول فرهنگ مضبوط بعد جامعه نه. تنها راهیشی که فرهنگ تغییر کنه اول استقرار حاکمیت بعد قانون سوم سیستم آموزشی مناسب بود. چیزی ما از غافلیم سیستم آموزشی مناسب و متاسفانه در کشور ما خیلی ضعیف و سر بحث درس در مورد هنرستانان و توجهش به آن. حالا من دیگه نپاید که به کشوران و شهران چه همه سراوان که جامعه هدف ما شما رو پردازیم در سراوان ما این حس تلقیب متویشی در تمام چوکال کنست توانی در جستش کنی که هنرستان کردنش جای علامه تنبلو لیکن تمام دانش آموزان تا مثلا یک ما متوسط اول یک انتخاب رشته متگرن در 5 سال کاردانش هنرستان با آه و افسوس هنرستان کاردانش در حالی که اگر سیستم آموزشی ما سیستم درست بود و در این شهر به هنرستان توجه بودیم مکان ایجاد بودیم زیرساخت ایجاد بودیم امکانات فراهم کردیم و
هنرستانان جای بودین که واقعا حرفه آموزی بودین، نه صرفا گفتن یک دیپلمی. شاید ممکنه که به دانش‌آموزان تا دانش‌آموز مرجعشی که تجربی برای اشباه و تجربی بیش از 750% دانش‌آموزان تجربی رن، یعنی سابقا بقول معلوم شریعت جذب هنرستانان بودن برای فن آموزی. چیزی که ما از غافلی و جهان باشه باز سمت رو حتی مثلا در شهر برخورده شده هنرستانان هست که سردست پوشن پرش. مثلا ما سعی کرده در 3 سال گذشته دانش آموزان هدایت کنم به هنرستانان نمونه زایدان. سال حداقل در طول 3 سال 2 نفر نمونه دادن. 6 نفر برای راه بوده که گرام ادامه دهنده راه تو سمت هنرستانان نمونه بار در مرکز استان هسته، چون 14 نفر 16 نفر قبولی ما داده، 22 نفر قبولی داده. 2 نفر سعی کرده خبر کنیم که برای من که گرام تشویق بیم و بنا سمت برامند و اگر بتوانیم که انچه گستاید که در مدارس متوسطه اول و ابتدایی کارگاه ها متقلید کنیم، کارگاه هنر، کارگاه کار فناوری و حتی مثلا درست مثل تفکر که خیلی یعنی زیبا وایش بودن، تدوین بودن، تالیف بودن، اما برش توجه نبود. زنگ تفریح مثلا چاره کجا دبیر درس کن مثلا تفکری دهن کار فناوری دهن، در حالی که تفکر خیلی به نظر من از ریاضی حتی از علوم یا هنر شام مهمتره برای جامعه ما، برای که روح انسان ما میتونیم تغییر بدیم، میتونیم فرهنگ سازی کنیم. و اما بحثی که روزانه هست بحث آموزش مجازی و آموزش حضوری. به عنوان تجربه بهتون میگم در 1.5 سال 2 سال گذشته در 2 سالی که ما آموزش حضوری بود حالا بل اجبار واقعا که دانش آموزان ما زمین تا آسمان تغییر کرده، چه به لحاظ رفتار، چه به لحاظ فرهنگ، چه به لحاظ حسی که به مدرسهش بوده، به جامعهش بوده، ادب و احترام واقعا یعنی 180 درجهش تغییر کرده. یعنی اینوری که ما حضوری بوده تا ما هفته گذشته 3-4 روز گذشته ما تازه بعد از سابق احمد بهمن ما یعنی پایان ده تازه ما توانته که بچار دانش آموزی هست چیزی باید ما مهر لمس کردیم ما گلاشیم بهمن لمس کنیم به خاطر اثرات سوی همه 1.5 سالی که آموزش به صورت مجازی بوده در شهر ما. چرا؟ چون شهر ما شهری رو که الان منطقه که مثلا شهری رو که بستر برای آموزش مجازی فراهم نه و کشور ما کشور که میشه متاسفانه با هر تکنولوژی و ورود هر چیزی اول جبهه گیریم آیه که بجاش که اول فرهنگی باشه مثل دیگران که چوکانا بستر فراهم بکنه در این بستر کمال استفاده کنه. چون دنیا جدید دنیا تکنولوژی در هر امروز دنیا به سمت رو به اجبار رو به سمت آموزش‌های مجازی آموزش‌های نوین. اما ما اول جبهه‌گیری کنیم دیوار باشه کنیم متصل شیگه ازرار ندرستی. الان دانش آموز معرفت رنگ استفاده از فضای مجازی اینستاگرام یا همه واتساپ بشن نیست بجاشی مفید بود برای مضر رو من گلاشن دیگه با گوشت و پوست شدم سکنی 360 دانش آموزی هست لمسی کنی که خیلی مضر رو در حال حضوری خیلی آسیبان کاهش شدن. مثلا تازه ما توانت شاگردان مثلا تازه توانند برای معلم چی احترام چی رفتار ما چونکا آموزش بگیریم. حالا به نظر من تا زمانی که بستر فراهم رو بهترین آموزش در منطقه ما آموزش حضوری ها بود. سلام از خسته نباشید خدمت استاد محترم. معرف حضور هستم نیاز به معرفی نه بهتر بزرگدادا مدرس مستقیم. دوستان زمانی که من آموزش شروع کرد برای آموزش سیستم و نظام آموزشی کلا میشن. اگر نظام آموزشی کلا بیاین در نظر بگیرید در کشور ما طبق فرمایشات واضح من نام شریکش جناب دوزاده نظام آموزشی کشور ما از اول مشکلی بوده. تو کتاب اول دبستان ژاپن اولین کلمه که چوکوانه شو که من فکر میکنم تو کتاب اول دبستان انگلیس اولین کلمه که چوکوانه شو که من پدر و مادر خودم را دوست دارم. تو کتاب اول دبستان اسرائیل اولین کلمه که چوکوانه شو که من با دشمن خود میجنگم تو کتاب اول دبستان ما نوشته بابا یه تیکه این نون داد قرارت بابا اینا خودم امنیت من گرگ و این نظام تا روز مرومان این خیلی چیزان شاید الان تغییر کرده اما از اول بی پای مشکل هست. به آموزش بحث آموزش حضوری که من عرض کنم من شاخه هنری درس داد وطن برای آموزش دیستن آزمان مدرسه موسیقی سیستان بلوچستان نه
من موسیقی از پسر عمه وتون در حد مبتدی یاد گرفت. بعد از یک مدتی ساز تخصصی که منجر چون نهد که مثلا موسیقی یک چیزیه که بعد از یک مدتی مثلا کار کردن انسان به یک حدی رشد کن. یعنی از شم موسیقی خودی استعداد ذاتی بود یه چیز رشد کن. اما ساز تخصصی که منجر یک چیز علمیت بعد علمی رو من پیدا کرد توسط یک استاد چابهار به یک استاد توهین این ساز که منجر تهران معرفی بودم. بعد به آقا من تماس تلفنی گرفت کنی موقع اینترنت هم نهایتا تو کافی نت برفتین و با یک هزینه یک سری چیزش نوشتاری شاید به تو هم منتقل بودیم که این چیز نبود. من 48 ساعت از چابهار به اتوبوس نشتم رفتم خانه آقا در هفته من با یک جلسه یعنی هفته یک بار یعنی کار کنم هفته یک بار یعنی آقا به من وقت نده گفتن آقا ماهی یک جلسه یعنی 2 هفته یک جلسه یعنی نه ماهی یک جلسه هم نبود. در نهایت آقا من ماهی 1 ساعت وقت داد. ماهی 1 ساعت این اگر دیرتر من برفتین و آموزش برمون نه. من 48 ساعت از اتوبوس نشتم رفتم تهران هم مردمی آشنایی و ندی منطقه که آقا نه حالا فلاکتان این رو کاری وقتی 1 ساعت داد. 1 ساعت آقا من وقت داد تا این مدت که من آموزش دید در نصف ساعت 8 من رفتم خانی 8 تانه کلاسم خانی وارد آموزش دید و یادم گیرم و پیشرفت بود و بالاخره تا موقعی که به عصر اینترنت رسیدین و خیلی علمان در دسترس بودن. موسیقی یک بحثیه که باید هنرجو جلو تو بود که تو عیب و ایرادی رو بگیره. یک مدتی که گوست من دیست که مثلا با هنرجوانی که آنلاین من آموزش گندم سطح پیشرفتش خیلی 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 کمتر نسبت با کسی که حضوری تا این مبحث کرونا پیش یاد دیگه من سعی کنم بیشتر حضوری بیان آموزش بدم تا مبحث کرونا پیش یاد و دیگه عملا کار من تعطیل بود برای یک مدتی و من آموزش آنلاین شروع کنم. آموزش آنلاین شاید که هنرجو من باید آموزش بدادین درسی رو بدادین و آن چیزی که باید تمرین بکردین فیلمونه یه پریون دیم خب هنرجو دلجم هست که بالاخره من این فیلم هست و هر موقع بسله اونو بود من تمرین میکنم. بعد به مدت مثلا یک ترم که من برگزاری کنم 3 ماه بعد 3 ماه من دیستم نه 3 ماه بعد طرف اصلا به حداقل هم نرسیده بود و حداقل هم نرسیده بود. الان البته بعد از چی که انسان نسبت به یک سری مسائل شرطی بود شرطی سازی بود. شرطی سازی حالا اکثریت من جسارت کنم متخصص به نرمن چی که یک چیزی در کنار یک کاری برای انسان لذت دیده بود شرطی بود. یعنی شما اگر تکیه داده یک جایی که یک هوای مثلا ملایم و دلنوازی به شما آورد در حال چای واردن یا در حال واردن یک نوشیدنی بعد از چند بار که این چیز تکرار بود شما نسبت به این نوشیدنی شرطیه بید. یعنی هر موقع شما به واسطه آب هوا شما حال واشین پیدا کردن به واسطه این نوشیدنی اما شرطی بوده نسبت به این نوشیدنی. دفعه بعدی که شما در هر موقعیتی این نوشیدنی بورید حال احساس قوتی برسد حال احساس خوبی برسد دستان چه بشه شرطی بوده نسبت بشه که علم آموزه باید بودین سر کلاس منستین و نمیتونست استفاده کردن حواسش جمع بکنه. اما الان خیلی راحت بود که کف دستشو چالش توی کلاس برگزار با هر وضعیتی هستن تو آنه آموزش بگن تو به این چیز شرطی بودن یک نوع عادت پیش کرد. بعد سر کلاس هم که یعنی من حالا این چند جلسه که من این مدت برگزار کرده 4 تا گشتر دیشی که به درس من دقت بکنه شاگرد به درس من دقت بکنه گشتر حواست گوشی بودن. البته دیشی باز 2 دسته مرد اینا تک پرسناژن به قول معروف یعنی شما یک مردین زمانی که گلاشو کانال تلویزیون عوض کن شما توار بکنه دستی من چمانتا بگی جواب شما رو داد اما تنی مطابان پزشکان برای دقت بکنید خانمی گلاشو گوشی حوالی کن شما خبر بکنید دست داره داده جواب شما رو هم ها چیز هم داد تو هم در آن واحد به 2 چیز دقت بکن یا خانمی مثلا گوشی دستی و گلاشو پیازم پوست جن تو پشت سر شبکه تلویزیون عوض کنه ما سطح اشاره کن یعنی حواسی تو هم در آن واحد به چند جاگه بود.
خانم ها حالا این مشکلی زیاد نبوده ولی آقایان خیلی دقت کنن، مثلا ردیفان جلو هنر جان خانم مثلا جلو نمیدونن حواسون گشته رو بود گونش آقایان پشت سر نستن اکثریت من نگه گوشی براره پده که مثلا ما یک گروه مجازی هم تشکیل داد خب درسانی که در روزمره رو نهاده بودون تو گروه هم نداد تو گروه مثلا چیزی رو که من چند بار در تکرار کرده بوده اصلا نگفته بوده یعنی این آموزش مجازی این 2 سال وقتی کتاب تو بوده ارم نظر شخصی من شو که یک ضربه توهین به یادگیری جا بوده. سلام درود عرض می‌کنم خدمت تمام بزرگواران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. والا اگر پای درد دل من معلم بشید باید رساله بنویسید. حالا من که سابقا کم عزیزان هستم ولی من از دوم راهنمایی شروع کرده بودم تدریس و از همون دوم راهنمایی به من میگفتن که کریم زاده تو معلم زبان است و انگار که توی ناخودآگاه ما ثبت شد و الان هم در خدمت بزرگواران هست. اما مقوله‌ای که خیلی زیاد توی همین درسی که ما میگیم هست فرسایش شغلیه که از همین نیته آموزش به ما دبیرای زبان یا هر دبیر دیگه ما بهش مواجه میشیم. فرسایش شغلی یعنی من بیمیلم برم سر کلاس، بیمیلم که دانش آموز رو ببینم، بیمیلم که برم اداره، بیمیلم که کارا رو انجام بدم، نمره ها رو وارد کنم. همه اینا از کجا میاد؟ از ساپورتی که من از سیستم نمیشم، از تشویقی که نمیشم، از میل به دیده شدنی که توی من ارضا نشده توی این جامعه و همه اینا باعث شده که بقیه بگن آخه شما که معلمی که تابستونا میری میخوابی پول علکی میگیری. همه ما دچار یه سندروم در خیارشوریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا از دور نگاه میکنیم میبینم اون در رو نمیتونه باز کنه خیارشور رو. حالا میگه خب بده من باز کنم. بعد که تو اون سیچویشن قرار میگیری میبینی تو هم نمیتونی در رو باز کنی. یعنی چی؟ یعنی که اون سیچویشنه اون موقعیت سخته که آدم خودش رو با اون موقعیت تطبیق بده. یه مقوله دیگه که من میخوام حرف بزنم و زیاد چون که 3 سال سرگروه بودم با دبیرای شهر در ارتباط بودم میدونم اینه که معلم ها روایی خودشون رو دارن از دست میدن توی حیطه آموزش. اصلا نه شوق دارن بیان سر کلاس و دانش آموزا رو انگیزه بدن و دانش آموزا که تو این 2 سال انگیزه و موتیو خودشون رو از دست دادن به خاطر همینه که معلم‌ها دارن روایی و کردیبیلیتی خودشون رو از دست میدن. روایی یعنی چی؟ یعنی که دانش آموز بیاد متوجه بشه که این معلم دانش داره، تجربهش رو داره، میتونه من رو و خواسته های من رو سر کلاس تمام کمال پوشش بده. ولی متاسفانه دانش آموز که میاد سر کلاس انگیزه نداره. حالا به جای اینکه معلم بیاد اون آموزش‌های مفید رو بهش بده، کلاً از همه جاها توی این آموزش مجازی هم هست من زیاد می‌بینم فقط کپی پیست میکنه. یعنی به جای اینکه خودش تولید محتوا بکنه طبق اون دانشی که از دانش آموزا داره میاد چیکار میکنه؟ تولید محتواهای بقیه رو بدون اینکه نگاهشون کنه، اصلاحشون کنه، میذاره تو گروه‌ها برای دانش آموزا، همون درسنامه‌ها، همون کارها و این یه اشکال بزرگه. برای اینکه ما هیچ گونه اصلا احساسات دانش آموز رو در نظر نمیگیریم، اون توانایی‌هایی که دانش آموز داره در نظر نمیگیریم و فقط داریم همین مسئولیتی که رو شونه هامون هست و همینجوری میکشیم و یه بار بزرگی هستش. و کاش که یه تجدید نظری میشد و معلمای کاش میومدن اینجا یه تجدید نظری میکردن روی فعالیت‌هایی که دارن و این رسالتی که دارن. همونطور که عزیزان گفتن این رسالت فکر کردم. من به من گفتن درس تفکر بردار. گفتم من اصلا تفکر بر نداشتم. گفتم آقا من درس تفکرم برداشتم و ما اونجا با بچه‌ها واقعا آشنا شدیم. بچه‌ها فقط حرف میزنن از انگیزه‌هاشون، از کاراشون. باعث میشه چقدر من درسم بهتر بدم. میدونم این چه کاری است، اون چه کار میخواد بکنه. دانش آموز وقتی بشناسیم اون وقت میتونیم روش تاثیر بذاریم. معلم روان یعنی همین که بتونه زیاد تاثیرگذار باشه، تاثیر بذاره روی دانش آموز رو افکارش و اون رو بتونه به جهت‌های مهم سوق بده. کلاً کار معلم تدریس کردن آموزش نیست، سوق دادن راهنمایی هستش. در کنارش باشه، بهش راه نشون بده، منابع در اختیارش بذاره این تو این راه، نه اینکه همش بچه کنه تو حلق دانش آموز که این رو باید حفظ بکنی، این رو باید جلسه آینده بگی. همش همین. بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش به صورت سنتی چه غیر سنتی میتونه با روش‌های متفاوتی انجام بشه و یه سری معایبی داره، یه سری مزایا.
تنها قسمتش که من میخوام به 3 مورد از حالا چه در سنتی و چه غیر سنتی اشاره بکنم که یکی متخصص نبودن اون فرد آموزش دهنده است در رشته‌های مختلف که خودش خیلی فاجعه بار هست و یکی مورد بعدی که میخوام اشاره بکنم خلاقیت هست. چه روش هایی که آموزش دهنده میخواد استفاده بکنه، چه آموزش گیرنده میخواد استفاده بکنه، در هر دو نفر هیچ خلاقیتی نیست. یعنی در صورتی که مثلا به صورت پایه این خلاقیت کار نشده، یعنی پرورش پیدا نکرده که حالا من که آموزش دهندم از همون پایه بتونم این خلاقیت رو داشته باشم، با خلاقیت آموزش دیده باشم که باز در روش‌های باز به سطح بالاتری که میرسم در نقش آموزش گیرنده قرار میگیرم، این خلاقیت رو در روش‌های خودم استفاده بکنم یا در آموزشی که میدم پیاده بکنم. مورد سوم کاربردی نبودن، مهارتی نبودن اون آموزشی که میخوام بدم. فقط میخوام یه طوری برنامه‌ریزی همیشه میکنم که فقط مطالب رو حالا چه دانش آموز باشه، چه نقش یک آموزش گیرنده معمولی، یعنی چه کلاس من در حیطه آموزش پرورش باشه، چه در یک جای دیگه باشه، طوری آموزش یعنی کاربردی بودن، اون مهارتی بودن رو از اون آموزش گرفتم که فقط یعنی یک چند ساعتی رو بیاد آموزش ببینه پیش من یادگیرنده، حالا به عنوان یک معلم یا به صورت آزاد بیاد ببینه، اما نه به صورت عملی بهش نشون میدم که در زندگی آیندهش کاربردی داشته باشه، یا همین چیز ساده‌ای که من به سختی دارم بهش آموزش میدم تو ذهنش بمونه و کارهای مختلفی رو باز از طریق همون آموزشی که من بهش میدم یاد بگیره و یا حتی به بقیه ارائه بده، یا بر اساس همون خلاقیتی که بهش اشاره کردیم قبلا مثلا بیاد یک مهارتی رو به صورت عملی در زندگی آینده خودش مثل یک فرمول ریاضی، مثل یک حالا کار عملی که من بهش یاد میدم، حالا چه در زمینه اشتغالش باشه که بعداً خودش رو نشون میده، چه در فرمول ریاضی باشه که من اصلا بهش نشون نمیدم، به صورت یک مهارت ازش استفاده بکنه، به عنوان یک چیزی ازش استفاده کنه که بعدها بتونه به صورت عملی اون نوشته ها یا اون متن هایی که به خورد اون طرف دادم مثلا بیاد به صورت عملی نشون بده توی جامعه. سلام می‌کنم به همه بزرگواران عزیز. در دلای معلم‌های که همه‌شون فرهنگی هم ماشاءالله زیاد بود. ما که بی تجربه نیست که آموزش 3 سالی تدریس کردیم. اما بحث کلی اونطوری که آقای شجاعت داره خیلی کلی آموزش برای هر فردی، هر انسانی از ابتدای اینکه طفولیت به دنیا میاد آموزش هست. هم کودکی که گریه میکنه تا به نیازش یاد میگیره که گریه بکنه تا نیازش برآورد، یاد میگیره که بخنده تا بهش مثلا موافقت کنه یا هدیه بگیره یا روش‌های دیگه. این حتما بچگی بر آموزش همیشه هست و نیازی مثلا همه ما حتما مثلا باید تجربه مثلا آموزش دادن یاد گرفتن، همه ما تجربهش کردیم، اگر آموزش ندادیم آموزش رو دریافت کردیم و فرق نمی‌کنه، ولی تا اون سنی که هستی مطمئنا اینو تجربه کردیم. بعد از خانواده آموزش بعدی که شروع میشه تون قبل از اینکه مثلا به مدرسه بره آموزش رسانه شروع میشه، همون برنامه‌های کودکی که ساخته میشه از طریق صدا سیما حکومت الان که به صورت تولید محتوا میتونه دانلود بکنه، اینترنت هست، ولی قبلا که برای مثلا دارم بود فقط بحث مثلا رسانه و تلویزیون. بعدش شروع میشه مثلا مدرسه و دانشگاه. ولی اون آموزش تو خانواده تو جامعه ما اکثر از مثلا ابتدا هستش تا بزرگسالی اون برد نمیشه. همون خیلی مهمه به نظر من اون خانواده. یکی از مشکلاتی که تو این وجود داره مخصوصا جامعه ما همسو نبودن آموزش‌های خانواده و مدرسه است و معمولا تناقض
خیلی زیاده توشون. هممون تجربه کردیم، مدرسه یه چیز میگن، تو خانواده یه چیز میگن و اکثرا خیلی تناقضی میشه و اون بچه کودک دچار سردرگمی میشه. کدوم درسته، کدوم اشتباهه، کدوم راست میگه و این یک مشکل روانی که تو اکثر ماها هستش متاسفانه. یکیش هم اعتماد نکردن که باعث این میشه، چون دیگه نمیتونی واقعا به کسی اعتماد کنی که کدوم حرف راست درست راه درست کدومه، اونی که تو مدرسه آموزش میدن یا اونی که تو خانواده. الان یکی از بحثایی که مطرح از آموزش مجازی که الان به خاطر مسئله کرونا و اینا بیشتر شده، فکر کنم تو کشور ما از زمان آموزش مجازی و اینا فکر کنم سالهای اگه اشتباه نکنم 86 یا 7 همین حدودا بود که شروع شد که مثلا تولید محتوا می‌کردن. اونم تولید محتواهایی که مثلا رایگان نبود. من یادم اون موقع و کسی شما میگفتی مثلا آقا تولید محتوای رایگان می‌کنید برای آموزش‌دار یا رایگان من میشه همچین چیزی نبود رایگان. اما بحث این که اون دوستی هم که گذاشته بودید فیلمشو، یکی از اون مسائل آموزش مجازی بودن زیرساخت هست. یعنی شما اون رو نداشته باشی نمیتونی همچین کاری مثلا و یا درست انجام نمیشه و اون کودک و اون فردی که میخوای بهش آموزش بدی مطمئنا اون بهره از اون رو نمیگیری. مخصوصا تو اینجا که حالا میگیم استان محروم بگیم نمیدونم درسته یا نه، ولی تو اکثر روستاها بیرا بحث اینترنت، حالا اینترنت هم باشه پهنای و این مسائل اینا زیرساخته‌ای است که قبل از اینکه شما بخواید به آموزش مجازی باشه اینا رو باید فراهم کنید. اما تمام حکومت‌ها، اکثر حکومت‌ها بگیم اگه نگیم همشون استفاده خودشون رو از آموزش میکنن تا افرادی رو پرورش بدن که وفادار به اون حکومت باشن. یکی از دوستان گفتم که دانش آموزان خیلی علاقه ندارن، اون که معلمان علاقه ندارن، اون تو همه اکثر شغل‌ها همینجوری هستن، چون که شما معلم امتحانی این نیست. تو اکثر شغل‌ها اینکه زیاد میلی ندارید به کار، حالا بحث واردش اینجا زیاد نشیم، ولی تو اکثر بدونید تو اکثر شغل‌ها فقط بحث معلمی نیست. ولی اونی که دانش آموز رغبتی نداره بره مدرسه یا دوست ندارن، چون واقعا کار از پایی قرار داره. یعنی به نظر من یعنی تو مدارس ما متاسفانه درس زندگی داده نمیشه. شما یاد نداریدم که وقتی که فارغ التحصیل شدین چطور زندگی کنید، یا مثلا وقتی اینجا رفتید بیرون چه رفتاری داشته باشید، چی کار بکنید که موفق بشید. همچه آموزش‌هایی نیست تو مدارس ما. فقط یه سری چیزهایی هست فایده مثلا این اینجوری بشه این به دست میاد، یه معادله فقط، ولی هیچ وقت درس زندگی داده نمیشه. مثلا یکی از کتابایی که جدیداً من خونده بودم، کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول مال آقای کیوساکی، اون بحثش البته مخصوص آموزش مالی، ولی اگر بخوایم درباره آموزش بگیم مثلا یکی از مسائلش این بود که هیچ وقت تو مدارس ما، البته اون جامعه آمریکا رو میگفت که حالا برسه چه برسه به ما، هیچ وقت در مورد پول آموزش داده نمیشه. مثلا حسابداری درس اون یه سری فرمولا، یه سری آموزش رو بکنی اینجوری میشه، ولی هیچ وقت در مورد پول واقعا پول چی هست، چی کاری میتونه انجام بده، هیچ وقت همچین آموزشی نداره. و همون چیزی که من قبلا گفتم در کل به ما تو مدارسمون هیچ وقت درس زندگی داده نشده، ولی مقایسه کردن یه نکنیم بهتره. به نظرم خیلی کار به جایی نمیبریم. مثلا فلان کشور فلان فرانسه مثلا تا راهنمایی فکر کنم
به صورت اجباری اون یکی اینجوریه، اونا کلا از پایه کار کردن متاسفانه اینجا. ولی اینی که فقط هم بنالیم ما اینجوری ما اونجوری هم به نظر من کار به جایی نمیبریم. بهتره که هر کدوم در هر جایی که هستیم، در هر من به عنوان یک پدر، شما به عنوان یک معلم که احساس مسئولیت خیلی شما بیشتری داریم، مطمئنم کارتون درسته از ماست، بتونیم یه کاری بکنیم خودمون برای نسل جدیدی که میان، برای آموزش‌های، یعنی تا جایی که دستمون میرسه بتونیم کاری کنیم، وگرنه از بیرون کسی به کمک ما مطمئنا نمیاد تا خودمون یه حرکتی نکنیم. سلام میدم خدمت شما و دوستان عزیز از جوان دوستان ستادم و من نتوانم در بحث آموزش نظری بدهیم، اما در ایده که وقت کار کنم در بحث آموزش ابتدایی و مقطع ابتدایی مقدار به نظر ما نیاز رو که بحث کنیم و تبادل نظر کنیم، نقاط ضعف و قوت باید در یاران بینیم و بیشتر هم به نظر ما در بحث شهر مدیر ما شما گپ بزنیم بهتر چون در بحث کلان اگر بار کنیم واقعا بحث آموزش در کشور ما شما دچار چالشان طولانی بودن، اما ما شما چیکار کنیم، راهکار چیه که ما شما بیاییم و به نتیجه برسیم و حداقل این چالشان رو وقتی کمتر بکنیم. به عنوان مثال یک از چالشان شهر ما شما الان باز ما در مقطع ابتدایی ما آمار بالای کلاسان و کمبود فضای آموزشی و کمبود نیروی انسانی. خب اگر ما مرتب بیان بناریم که بله ما فضای کم، ما نیروی کم، ما آمار بالایی و مسلمان ایشی نه تنها چیزی رو نکنند بلکه تاثیر منفی داده، اما در کنار ما بیان کیفیت آموزش وطن بالا ببریم. ما به عنوان یک معلمی چیکار بکنیم که کیفیت آموزش بالا بره و آن چالشان و مشکلاتی که هستیم تأثیر آن در آموزش ما کمتر بود. مسلمان باید وطن در بحث آموزش آپدیت بکنم، وطن دوانا از روشنگین استفاده کنم. مثال جناب مثلا یک معلم ریاضی در ابتدایی خب چیکار بکن که دانش آموز علاقمند بود به درس. خب دوستان عرض که 90% یا بالای 90% به مدرسه و به کلاس درس علاقمند نمیشه. دلیل چیه؟ یک از دلایل برگرده به من معلم به نحوه ارائه درس ما، به نحوه آموزش ما چونکا درس ارائه کنم به چه شکلی ارائه کنم تا اینکه دانش آموز علاقمند بود. آیا ما یک مورد ها برای ایجاد انگیزه سر کلاس وقت قبل از تدریس وقت آیا منشی را بررسی کنم؟ درست ممکنه کتاب مشکل بود، ممکنه آمار کلاس بالا بود، ممکنه فضای درستی ما بود، اما اگر وقت بیایم اشاره ایجاد انگیزه درست حسابی بود بیشتر هم دوستان عرض که سر مهارتان کار بکنم، سر فعالیتان انواعی کار بکنم و کلاس رو معلم محور بود، دانش آموز محور بود و دانش آموزان فعالیت عملی کار بکنم. مسلماً این دانش آموزان یک کمی دیما یا برای علاقمند برای یادگیری، اما کلاس مو صرفا کشک و فقط منی معلم برای سر کلاس درس بوده ارائه کنه خود بیایم و یک جورایی این کار انجام بدن خیلی به نظر ما چالشان و مشکلات طلببار بیم با این کار، چون ما همه در دخیل و در این مشکلات و باید دانش آموزان علایق اجتماعی دنیای مطلوب دانش آموز یک نوجوانی را خصوص در متوسطه همکاران باید در نظر بگیریم. ما انتظار همین فرد باندم که جامعه وارد بود که یک فرد موفق بود، اما هم در مثلا در متوسطه یا در ابتدایی یا در مدرسه ما تمام علایق آیه را از بین بریم. به عنوان مثال آیه به عنوان یک نوجوانی موی سری خیلی برای اهمیتی خیلی ارزشیه، اما زمانی که من گفتم که باید تو صفر بجمع موی بوده
دیگه یعنی هیچ چیزی برای باقی نمانده. دانش آموز مربی از ابتدایی متوسطه رفته، این دانش آموز یک هفته مدرسه نرفته فقط بخاطر همشه که این موردش گفته. چون اهمیت و ارزش یا ما اگر این اهمیت و ارزش داریم ما برای خاصیان چون باند رو انتظار ما باشیم فرد بود که در جامعه وارد بود و برای دیگران ارزش قائل بود، برای چیزانی که برای اینش اهمیت هست. در حال این موارد باید بیشتر کار ببینید در بحث آموزش، در بحث آموزش شهر مانند نتوانم نظر بدم، اما این باید کار و سری ما معلمان باید یک رسالتی که بیشتر سری موضوع کار کنیم. در مرحله بعدی خانواده بود، فقط ما معلمان هم نیستیم. الان دوستان خبر بود که بله در طول 3-4 سال واقعا تغییرش ایجاد کرده در دانش آموزان و رفتارش، اخلاقش، منشش، برگردش خیلی تغییر ایجاد بوده. چی برگردید میشه که بله ما کار کرده در مدرسه و در کنار خانواده هم یک فرق باید خانواده هم در این مورد آگاه سازی بود، باید آموزش های درست، مهارت های زندگی باید آموزش دادیم ببین انشاءالله که مفید بود. نکته آخر در بحث آموزش مجازی و حضوری که دوستان از کو اکثر دوستان چه از کنن 100% دوستان از معایب آموزش مجازی از کو که بله اصلا و ابدا درست نمون و ما شما نتوانی نتیجه بگیریم. به هر حال یک چیزی که جلوی روی ما شما هر چی بگوین در خانواده بگوین که بله ایشی ما شما نتیجه نگیریم مفید نه و فلان و چیزی درست نکنم. خب حداقل از این فرصتانی هم باید بیایم بگوین که یک نمونه مثالی که دوانم بزنم هم یک کلیپی که برای ما معلم کار کنم و درس توضیح دادم برای دانش آموز زندگی بدم. این دانش آموز هم وقتی توان بچاریم هم به توانایی توانی بچاریم و چندین بار توانش تکرار کنیم تا این مطلب یاد بگیریم. اما در یک کلاس درس حضوری چی برای والدین هم امکان پذیر و برای دانش آموز هم امکان پذیر و برای معلم هم امکان پذیر و چندین بار ممکن تکرار کنیم. و موارد دیگری که ما شما توانیم بیشتر در بحث‌های جداگانه بپردازیم که به نظر ما در کلیت کار درست و شرایط ما شما فراهمده و پیش زمینه و وضعی ساختن آماده نمی برایش که کاملا مجازی بود، اما همه چیزی که هست باید نهایت استفاده یاد ببریم. دوستان در خصوص بحث آموزش نکات جامع و کامل همشون گفتم. مسیحی که داشتم می اومدم دستی رو داشبورد ماشین بود، برداشتم گذاشتم تو جیبم، یه لحظه یه چیز جدیدی به ذهنم یه نکته خطور کرد. من دوستان اعلام کردن الان علاقه زیاد یا خود معلمین انگیزه چندانی ندارن یا علاقه رغبت چیز خاصی ندارن، اما از این منظره میشه نگاه کرد که بحث آموزش اساتید من نوشتم بحث آموزش بخوایم به عنوان تسبیح، من بخوایم به عنوان تسبیح مثال بزنم وصف کننده این حلوا اگه بشه هم یک صمیمیتی ایجاد میکنن بین اساتید، هم وصف میکنن، هم یه چرخه‌ای ایجاد میشه. یکی این موضوع یه مطلب یه چیزی ما تو تسبیح داریم به عنوان شاهد. اون دانش آموزی که میاد سر کلاس ما بهش آموزش میدیم، درست آموزش میدیم، درست آموزش پیدا بکنه، اون نشان دهنده این خواهد بود که من استاد خیلی بدی بودم، قدرت استاد رو نشون میده. شاهدی خواهد بود بر علمیت استادش و نهایتا تکامل پیدا میکنه و برجسته میشه. اگه استادش ضعیف باشه به جایی نخواهد رسید. اگه به جایی برسه اون بالا برسه، بالای هرم برسه یا بالا هرم نگیم که الان متاسفانه تعریف اشتباهی پیدا کرده، اگه بیاد در سطح قرار بگیره از این پیوند بوده که رسیده بالا، در عین اینکه شاهدی برای کار اساتید خودش. با سلام و درود فراوان سلام عرض کنم. گفتن استاد بردوار شروع کنم. قبلا گفتش که دوره راهنمایی یا اصطلاحاً گایدنس سکول، درسته؟ گایدنس یعنی راهنمایی کرده، هدایت کرده. متاسفانه کرده جلا متوسطه اول. یک اسم کاملا بی‌مسمى، یعنی چی متوسطه اول؟ حالا که متوسط نه، ابتدایی متوسط دوم کجا متوسطه نشید.
همه گیت اسکول یا راهنمایی خیلی گیت دارن بچه جد مواد رو که تجربیات بیان کنیم ما هم ریاضی و هم نجوم اجدور راهنمایی علاقمند بودن یعنی دقیقاً کلاس دوم راهنمایی چون که ما علاقمند بودن یک شب ساعته یک دو شب مبادرتم تقریبا یک مربع 4 دانه ستاره اکسپیشن قبلا هم که شهر خیلی کسرت آسمان تاریک کرده ما هم تابستان درای وقتی معمولا کسی داخل اتاقان نبود خیلی واقعا آسمان زیبا مودی 4 دانه ستاره یک مربع کاملش تشکیل دادن بعد دوباره وقتا ایدیم روچیم بعد از مغرب هرچی دنبال صورت فلکی یاری شکل داشتن تا آسمان رو ندید اون کشی چی یک ماش میدیستن خیلی قشنگ بود دوباره ایشون شپی نشتن تا یک شب دیدم بعد گفتم فکر کنم که من چون کایش تو انا مثلا بعدش مغرب گردم تا یک شب دو شب مسلمان کردم فکر چی مثلا فرض تا ساعت یک شب گردم نماز شای گردم بعد یک فامیل ما یک دو دانه کتاب هست نجوم به زبان صادق بعد کتابان من داد کامل وانته یک کتاب هست یعنی به طور خودآموز با استفاده از دو کتاب ما هم صورت فلکی یاد خیلی از مفاهیم نجوم در کلاس دوم راهنمایی یاد گرفتیم و خیلی چیزای در مورد ریاضی خوشبختانه دولت کافیانمون آدمانی تن که این کتاب و منابع در اختیارمون قرار دادن یک جونه سعادت یافت شاید اشماش یه چیز تصادفی ممکن است همین شخص مثلا در یک مستند افتاده میتونن امکان بودی ما به اسم هدایت می‌کنیم پس این دور راهنمایی که استاد دور کارشون واقعا ما شما باید هنر کار فناوری کار عملی کار فنی از دور راهنمایی و دانش آموزان کار بکنیم یعنی کار یدی کار دستی نه فقط ذهنیات و فرمولا و چیز میزن یعنی اصلا به نظر من دور راهنمایی باید کاملا به صورت عملی و تجربی ببینید کاملا 100%. بعد در کنار یک سری مفاهیم گوشایی استاد دورزاده باشین که بجا در مورد هنرستان که ارزشش بسیار پایینه که منطقه ما شما در حالی که مواد دیسه نزدیک 10 سالی که عکاسی درس داده هنرستان مهر ما او در گندن دانش آموز به استعدادیت هنرستان بر اثر تلاشی مثل همکاران بود کار کنه و آدمای متخصص طراحی و نقاشی و کاران بود انجام دادن در سطح خیلی بالا انجام دادن و اکثرا دانشجو قبول می‌کنن یعنی بهره‌وری هنرستان خیلی بالاست یعنی از چیزی که وارد بی و از چیز خروجی هست خیلی بالاست در مورد دکان خانم کلیم زاده گفتی که اکثر چرا اون نزدیک 10 سال هم در گروه ریاضی هم یعنی 10 سال در گروه ریاضی هر چی ما پیام میدیم یک معلم ریاضی جواب ما رو نداد یک نه سوال تحلیل می‌کنه یک کلیپ می‌داد حتی جواب سلام ما رو نداد خب این معلم شبرات دبیرستان با چه انگیزه‌ای درس داد این معلم چی کن چیکار کرد نه انگیزه‌ای هست نه فعالیتی هست نه هیچی هست حتی دقیقاً انگیزه گرفت بعد چی در مورد زبان انگلیسی هم خانم داد پسرمون کلام کلاس هفتم همیشه من جز کنم بابا زون یعنی چه انیمی یعنی چه فرند یعنی چه فلان یعنی چه بعد من دقت کو کسی یک مثلا وقت پابجی بازی کرد یه چیزا بازی کرد که این کلمات رو استفاده می خب استاد در باشین که بجن هر انسانی که یک چیز تشنه ببی شوقی می که از چیز کسب کنه تک تشنگی میبی تک نیاز میبی تک برخورد میبی کنتاکت میبی بین یک چیز انسان و هر چیز انسان به هر طرف نرفت هر چیزی ببی وقتی مثلا همین دانش آموز یک پابجی بازی کن خب وقتی که این کلمات یه دم مثلا دوست کن آقا اینی چی بی زون چی بی نه فلان چی خب ایش احساس نیاز کن که پیتی مرحله طی بکن پس احساس نیاز شوق ایجاد کنه این شوق باعث که مردم رو به طرف علم که متاسفانه اکثر موارد نیست استاد نقطه توشی که یک محاسن رفته معایب محاسن آقای برفروشان خیلی باش توضیح داد همچنین استاد رسول گوشتی که یک محاسن فضای مجازی شکل توی کلیپ یا محتوای پروگرام دیم داده چی تو فضای مجازی دانش آموز و خانواده چندین بار تجربه مون ثابت کرده دانش آموزان 99% محتوایان و درسان و کلیپان نچرده
خیلی جالبه، یک تجربه خوشحال باشم. سوالان نوبت اولمون تا گروه دیم درباره دانش آموزان نهم. یک که نچارتیم، یعنی یک که بچارتیم 20 دیگه نچارتش. این سوال نوبت اول ریاضی هم تا گروه نهم دیم درباره دانش آموزان نچارتش، نمراتش بسیار پایین ته. بعد رئیس مدرسه کو کاغا دانش آموزان بیاین چون کنه همین سوالاتی که ما داده چه دوباره چند به حل کنن، تمیز مرتب دیم میدن. بعد از یک هفته غیر از 10 نفر از 120 نفر یک کم جواب نداد. خب با وجودی که خیلی جالبه وقتی که رئیس که بجتر روچ بعد کلید سوالانا جواب سوالانا بعضا دیم داده تگرو بعضا یک دانش آموز نرفته نچارده که این سوالان مواد حل کرده دوباره همشه صرف سر کاغذ نوشته فرون دیم داده بعضا میکنه. یعنی چی؟ یعنی متاسفانه آموزش مجازی برای کسی که تشنه کار نه، تشنه علم فایده نیست و اکثرا زیر دبیرستان، مخصوصا زیر دبیرستان فضای آموزش مجازی اصلا دردناک، هیچ فایده نیست. خیلی همه آموزش حضوری تا زیر چی؟ بقول استاد بردار 30% 40% مال بهره‌وری بیشتر نیست، چه برسه فضای مجازی که بعضی به حاله. خب با وجود که دانش آموز اینترنت هست، موبایل هست، لپتاپ هست، تبلیت هست، همه چیزا، ولی وقتی که انگیزه برای چارته نیست، وقتی خانواده سری نه کنترلی نکنه که برای اشیا این محتوای برای بچاری چی فایده؟ خب چه؟ نه مو یه ذکر چی کنم، مطلب کنم. خب آسیب شناسی، راهکاری، فلانی چیز نه که ماشین خیلی جلسی کنیم چی کنیم؟ مثلا شما خب ما چون کنیم که انگیزه مثلا من فرد دانش آموز یا مثلا چون کنم که راه کنم به نظر شما بیه فرد تعلیم معلمی هستی حالا شما نتوانید بگو پرچی نتوانید، چون وقتی یک سیستم کلی اشتباهه، یک سیستم خرابه، شما هر چی بکنید نتوانید سیستم اصلاح کنید به تنهایی. خب شما توانید تحقیقات دوار و کنترل کردن دانش آموز. به استاد شجاع گفت که حاصل خسرو مبارزین کلمات بسیار زشته است. من به پای دکان نمیزنم ولی دور دلیلا درست نه. خب پچه این سیستم ماشما جوابگوی نیازان ماشما نه اصلا. خب شما به تنهایی توانید بقول از مثلا که تا نباشد چوبی تر فرمان نبرد، متاسفانه ماشما نهنجی. خب تک بالا سر مبین، یعنی شما کافی 1 ساعت دانش آموز ویل بکنید رو به سمت پابجی، رو به سمت اینستاگرام، رو به سمت فضای مجازی. خب پچه آیه درست سن نه درک نه که بفهمی که الان زمان اینستاگرام و زمان پابجی و زمان بازی و زمان فضای مجازی و این چیزا نه، الان زمان یکی نتوان یکیشی که متاسفانه در شما سیستم خرابه، سیستم ارزشان ماشما رو معکوس کرده. خب سیستم آموزش پرورش ماشما ارزشان ماشما غلطه. خب ماشما وقتی که یک دانش آموز من معلم گندی که مثلا ماشین رو چونیدی، دوار رو چونیدی، خودشون چونیدی، گودون چونیدی، من مقایسه کردم یک کسی که ماشین قانونی ها که گازایی با ایکان یه ماشینه، یه کویتیه، یا ده کاری کار برای این ارزشان متاسفانه خراب می‌کنه. استاد اربابی بشی الان ماشین چیزی به نام عرفان نیست، چیزی به نام موسیقی عرفانی درسته هست، مردم هم ادایی داری علاقه شده، ولی در واقع مردم 50 سال پیش نه من فرند دوش رفتن حکومتون چارتا شهران دوستان گلستان حفظ انگار من جز به یک شیری گو فرمون گوان علاش بزرگدن علیه من گو که مادر کتاب ماد 5 کتاب دوسته نه 6 دوستان من بچار حکومتون 75 سالی آیا اگه شهران دوستان گلستان حفظ من رو تمام مانته دوستان گلستان و مالابوت و کریم محمود نامه و کریم ها بخشو ولی آیا مثلا ارزشان آواد فرق کرده بودی بیوادی ماشمان متاسفانه وقتی که ارزشان الان مثلا من معلم بچه انگیزه دیم در سر کلاس که مثلا دو دانش آموز خیلی مثلا انگیزوار کار بکنه وقتی که انگیزه اینی برای تدریس وقتی لحاظ مالی تامینه وقتی که
ارضایی نکن. و یک چیز بد متاسفانه ایشه که خیلی از معلمان واقعا شغل معلمی دوست ندارن، یا به اجبار رفته معلم میتونی، به اجبار رفته معلم میتونی، معلم عاشق نه، معلم شاغله، متوجه؟ مشکل شغلی داره. البته نمیتونم اون معلم یا توهین کنه یا نه، چون زنه که و یک چیز جالبه که معلمان سراوان نسبت به معلمان خیلی از شغلای دیگه واقعا آدمای عاشقی، واقعا آدمای زحمت کشی. ماشما بهلولی چاره که اکثرا آموزش مجانی ده، آموزش چی کنه، با وجود که در شما شهرستان دیگه برید خیلی معلمان میلیاردره به خاطر کلاسای خصوصی پولایی که گفتی که گره و سراوان چون نه. حالا درست یا غلطی اون کار نیست. ببخشید متوجه باشید. خب من امروز چون فرصت نشد توی جلسه صحبت بکنم، برای همین ضبط میکنم و صحبتام رو به اشتراک میذارم. قسمتی که دوستان اشاره میکردن به آموزش در خردسالی و از خانواده، قسمت آموزشی که خانواده باید بر عهده داشته باشه، من پیشنهاد میکنم که شما اگر که دنبال واژه‌ای میگردین برای آموزش و برای بچه هاتون، دنبال روش های آموزش در حین کار باشین. کتاب هایی که آموزش در حین کار رو در واقع تشریح میکنن و مثال میزنن و بهتون روش های رو پیشنهاد میدن رو بشینین بخونین. از کتاب هایی که به صورت خیلی خاص میتونم پیشنهاد بدم، کتاب های مونتسوری رو اگر که سرچ بزنین، این کتاب ها خیلی کتاب های مفیدی هستن برای خانواده ها که بدونن برای بچهشون چطور میتونن که بحث آموزش رو برن جلو. در بحث آموزش امروز صحبت های خیلی جالبی شد و واقعا جای فکر دارن، میتونید بهشون فکر بکنین. من موقعی که این صحبت ها رو از دبیران میشنیدم یاد فیلسوف هندی تاگور افتادم که میگفت مدرسه یک میکسیه از زندان و بیمارستان و دقیقا اون چیزی که دوستان اینجا میگفتن این برای من پررنگتر و پررنگتر میشد. اما خود تاگور کسی بوده که بچه هاش رو مدرسه نفرستاده و آموزششون رو خودش به عهده گرفته. پس این پیشفرض که حتما بچه‌مون رو باید بفرستیم مدرسه، این رو شما اگر که توانایی مالیش رو دارین یا اگر که وقتش رو دارین میتونین که این پیشفرض رو دور بزنین یا طبق این پیشفرض پیش نرین و خودتون به بچه‌تون آموزش بدین. اینجاست که اینترنت میتونه خیلی به کمک شما بیاد. دنیای اینترنت، سیستم آموزشی که ما الان داریم، همونطوری که استاد آرام هم اشاره کردن، دنبال یکسانسازیه. میخواد که طرف اگر که ریاضی رو 20 گرفته ادبیات رو هم 20 بگیره. اون موقع این دانش آموز خوبیه. دنبال این نیست که بفهمه که این دانش آموز شاید یک استعداد ریاضیه و باید در اون جهت حمایت بشه. اما یکی از مشکلات عمده‌ای که من داخل سیستم آموزشی در حال حاضرمون میبینم حفظی بودن خیلی از مطالبه. مثلا دروسی مثل فیزیک اصلا دروسی نیستن که شما بیای بشینی و فرمول ها رو حفظ بکنید. در دنیای معاصر اصلا چه نیازی هست به حفظ کردن یک فرمول؟ وقتی که شما با یک گوشی در دستتون کل فرمول های کتاب های فیزیک رو در دست دارین، میتونید راحت سرچ بکنین و به دستشون بیارین، چه نیازی هست که اونها رو حفظ باشین؟ اما مشکل خیلی عمیق‌تر هم میتونه باشه. موقعی که ما سیستممون سیستم حفظی هست، ما شعرها رو حفظ میکنیم، فرمولها رو حفظ میکنیم، همه مطالب رو داریم حفظ میکنیم و وقتی که ما روی حفظ کردن تمرکز میکنیم باعث میشه که از اون خلاق بودن و از اون پروسه تولید کردن دور بشیم، بلکه وارد اون پروسه بشیم که یک چیزی رو حفظ بکنیم و همون رو فقط نگه داریم داخل سینه های خودمون. دنبال این نیستیم که دیگه چیز جدیدی بهش اضافه بکنیم، چون کلن انرژیمون صرف همون از حفظ کردن یک موضوع میشه. مسئله بعدی هم مسئله کاربردی بودن. ما دروسی که داریم تدریس میشن، مخصوصا دروس تخصصی تر، کمتر استادی ما داریم که توجیه باشه نسبت به این که این چیزی که من دارم میگم چه کاربردی در زندگی شخص داره. پس کیفیت مدرس خیلی مهمه، سطح سوادی که مدرس ها میتونن داشته باشن خیلی مهمن و اینجاست که ما میتونیم بگیم که اینترنت میتونه خیلی کمک بکنه به ما.
اینترنت از بزرگترین ویژگی‌هاش اینه که شما خودت میتونی بین میلیون ها استاد فیزیک، اون استادی که روش تدریسش رو دوست داری، میتونی ازش یک چیزهای جدیدی یاد بگیری رو انتخاب بکنی، که این باعث میشه که خب کسی که میخواد فیزیک رو تدریس بکنه باید در چه سطحی خودش رو برسونه که بتونه که 4 تا مخاطب جذب بکنه که براشون فیزیک رو تدریس بکنه، یا هر درس دیگری. مثل الان نیست که به اجبار من باید برم داخل یک مدرسه ثبت نام بکنم و 2 تا استاد نمیدونم فیزیک داره یا 2 تا استاد ریاضی یا ادبیات هرچی داره به اجبار باید سر کلاس همونا بشینن، یا دانشگاه همونا تقریبا همین شکلی هستن. در دنیای اینترنت این ویژگی ها دیگه حذف میشن و اجباری وجود نداره که حتما فلانی باید بهت درس بده. شما به یک دنیای خیلی بزرگ وصل میشین که هزاران استاد وجود داره که میتونی استاد خودت رو انتخاب بکنی و بعضا هم رایگان هستن. اما اون چیزی که خیلی مهمه در بحث اینترنت، حالا دوستان راجع به اینترنت خیلی بد گفتن، خیلی هاشون گفتن که به ضرر ما بوده، اما در عرصه کارهایی که میشه از طریق اینترنت کرد، یاد گرفت و کرد، مثل همین آموزش های عکاسی، فیلمسازی، موشن گرافی، برنامه نویسی، اینها همشون جزو اون مواردی هستن که میشه از طریق اینترنت اونها رو یاد گرفت و باز در همون دنیای اینترنت میشه کار کرد. اینترنت ما رو به یک بازار جهانی وصل میکنه و منی که در سرامان زندگی میکنم میتونم از طریق همون اینترنت برنامه نویسی رو یاد بگیرم و میتونم برای یک شخصی که در یک گوشه دیگه دنیا قرار داره یک خدمتی رو ارائه بدم یا یک کاری رو براش انجام بدم یا در یک پروژه شرکت بکنم و پول در بیارم. من رو محدود نمیکنه به اون مکان که حتما کسب و کار من باید سنتی باشه که من بتونم در همین لوکیشنی که الان هستم یک محصولی رو بفروشم یا خدماتی رو ارائه بدم که از اینجا پول در بیارم. من میتونم توی سرامان الان زندگی بکنم و هر جای دیگه دنیا شغلم باشه و پول در بیارم از جاهای دیگه دنیا. این آپشنیه که اینترنت به ما داده. اون چیزی که الان دبیرانی که هستن و هنوز افرادی که سر کلاس هاشون هستن به اون آگاهی نرسیدن که یا اون امکان رو ندارن که داخل اینترنت به اون چیزی که میخوان برسن یا اون چیزی که میخوان رو یاد بگیرن، به نظر من این دبیران در کلاس های حضوری خودشون یا کلاس هایی که در اختیار دارن به صورت اختیاری یا جبری، چیزی که میتونن به این دانش آموزا یاد بدن اینه که چطور توی اینترنت دنبال یک چیز بگردن، چطور حالا در اینترنت یا در دنیای واقعی بتونن درست رو از اشتباه تشخیص بدن و مهمتر از اون بررسی کردن ابعاد مختلف یک مسئله. شما اگر یک کلاس در اختیار دارین با 30 تا دانش آموز، خیلی خوب میشه که بتونین یک مسئله رو بذارین وسط و از ابعاد مختلف راجبش گفتگو بکنین تا بتونن این مدل اندیشه انتقادی که این انتقادی رو در بچه ها پرورش بدن، اندیشه یک موضوع رو بتونه از ابعاد مختلف بررسی بکنه.